سلام به عزیزان و سروران گرامی، چه در داخل ایران و چه خارج از ایران. گروه هولوگراف همواره برای شما عزیزان بهترینا رو آرزو میکنه و به همین خاطر همیشه ما سعی داریم با مطالب جالب و شگفت‌انگیز و البته راهبردی بتونیم برای شما دوستان مفید واقع بشیم. ویدیوی امروز رو به جذب پول با آب اختصاص دادیم. بله، با آب. خیلی ساده و البته کاربردی. پس با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشین تا با هم از دیدن و شنیدن تصاویر و مطالب هیجان زده بشیم. رفع نیازهای اساسی زندگی به ساده ترین شیوه ها میتونن شما رو ثروتمند کنن. اگه مصرف نوشابه های گازدار، قهوه و دیگر نوشیدنی های پرخرج و ناسالم رو محدود کرده و به آب بسنده کنید، نه تنها سلامت عمومیتون رو تضمین میکنید که از هزینه های دارو و درمان هم در امان میمونید. چون اضطراب و نگرانی کمتری رو تجربه میکنید. هم به خاطر مواد مضر در نوشیدنی ها و هم اضطراب ناشی از نیازهای بهداشتی و درمانی. مهمتر از همه مغزتون مثل ساعت کار میکنه و هرچی فکر بازتر و بهتری داشته باشین، احتمال موفقیت مالیتون به همون میزان افزایش پیدا میکنه. مطمئن نیستین؟ امتحانش مجانیه. ثروتمند شدن آرزوی خیلی از انسان هاست. در دنیای دیجیتال امروز افراد بیش از پیش به این موضوع علاقه‌مند شدن که چطور با استفاده از شیوه‌های نوآورانه از نظر مالی به موفقیت دست پیدا کنن و زندگیشون رو به بهترین نحو تغییر بدن. گروه هولوگراف امیدواره با ساختن این گونه فیلم‌ها و قرار دادن اون در این کانال به شما انگیزه و امید بهتر زندگی کردن رو با همت و تلاش خودتون به شما نشون بده. برای ثروتمند شدن از قید زمان خارج بشین. به گذشته ها بر نگردین و حسرت روزای قبل رو نخورین. خودتون رو ترغیب کنین و اگه کالایی دارین یا میتونین اون رو تولید کنین با بقیه به اشتراک بذارین، که البته فضای مجازی به درد کسانی میخوره که قدرت و هزینه تولید محصولات رو ندارن و توی این فضا به راحتی میتونن تبلیغ کنن و البته به کسب و کار بپردازن. دوستان، ثروت و ظاهر ثروتمند رو با هم قاطی نکنید. فعلا تا زمانی که به ثروت خوبی دست پیدا نکردین، از کارهای پرخرج اجتناب کنید و حتما برای ثروتمند شدن فهرست کارهای روزمره خودتون رو درست کنید. برای سهولت کار میتونین از کتاب‌های صوتی، ویدیوهای موجود در کانال ما و پادکست‌های تخصصی استفاده کنید. کاری که به مراتب بهتر از تماشای تلویزیون یا وقت گذاشتن برای سریال‌های بی سر و تهه. بکوشید از عشق و علاقه و اشتیاق و توانایی‌های خودتون پول در بیارین. فقط کافیه مغزتون رو به کار بندازین و اگه توانایی من به شما برمیگرده. برای ثروتمند شدن دست از آرزو کردن بردارین و در عوض برای خود هدف تعیین کنین. اول هدف یک هفته‌ای و آرزوی کوچکتر و بعد مدت زمان بیشتر با آرزوی بزرگتر. شما حتما برنده خواهید شد. بهتون قول میدم. برای ثروتمند شدن ذهن خودتون رو از به هم ریختگی خلاص کنید. برای ثروتمند شدن نیازهاتون رو شناسایی کنید و راه حل‌های تازه ابداع کنید. برای ثروتمند شدن انتقادات رو بپذیرید. برای ثروتمند شدن سوال بپرسید. برای ثروتمند شدن دست از سرزنش کردن بخت و اقبالتون بردارید. از قدیم گفتن وقت طلاست. پس برای ثروتمند شدن زمان خودتون رو محدود کنین. برای ثروتمند شدن بدونین و آگاه باشین اون چه را که بکارید درو خواهید کرد. پس مواظب رفتار و گفتار و کردارتون باشین.
برای ثروتمند شدن از پولتون کار بکشین. برای ثروتمند شدن با افراد موفق همراه بشین از هر طریقی که میتونین. فقط ببینین اونا چه فکری توی سرشونه، اصلا روزشون رو چطور شروع میکنن که امروزشون از ابتدا تا انتها به چه شکل باید باشه و برای کل روز یه نقشه دارن که حتما باید عملی بشه. برای ثروتمند شدن آب بنوشید. دنیای درونتون رو پاک کنید. سعی کنید از انرژی موجود در آب برای پیش بردن نقشه ها و عملیاتی کردن اونها بهره ببرید. باید باورهاتون رو در مورد پول و ثروت تغییر بدین. مثلا در مورد باور ثروت اعتقاد داریم که پول درآوردن خیلی سخته و به راحتی نمیتونیم ثروتمند بشیم. وقتی که این چنین باوری داریم، راه‌های ساده پول درآوردن رو نمیبینیم و فکر میکنیم که باید خیلی سخت کار کنیم تا به نتیجه مناسبی برسیم. باورهای ما یک شبه شکل نگرفتن که بخوان یه شبه تغییر کنن. شما با تمام وجود روی این موضوع کار کنید و بلافاصله بعد از تغییر باوراتون شاهد جذب ثروت خواهید شد. شاید به نظرتون خنده‌دار بیاد که میشه با آب خوردن ثروتمند شد. با از تصدیق کنم که دقیقاً همینطوره. ولی این پایه‌گذار اولین تغییره. اگه شما با همین نوشیدن آب و با فکر اینکه حتما ثروتمند میشین، درون شما آماده تغییر میشه. کافی از یه جا شروع کنید. یالا بیاین با هم شروع کنیم. هر بار که آب نوشیدین به خودتون بگین ما با خوردن این آب ثروتمند میشیم. منتظر تغییر یکهو و خیلی زود نباشین. اما بعد از هر بار خوردن آب و به یاد آوردن اینکه حتما ثروتمند میشین، درون شما دچار یه تغییر میشه و این کلید ورودی شما به سوی ثروتمند شدنه. در واقع شما وارد دنیای قانون جذب شدین و از این طریق ثروت رو به سمت خودتون جذب میکنین. آرزو میکنم هرچه سریعتر به دستگاه جذب ثروت تبدیل بشین. پس بیان یه رابطه با هم درست کنیم. مثلث پول، مغز و لیوان آب. اینو به خاطر بسپارین که اگه لیوان آب باشه و مغزتون فعال، پس پول هم که در رأس دیگه این هرم هست به سمت شما میاد. اینو همیشه تو خاطرتون نگه دارین. شاید براتون جالب باشه بدونید که 70 تا 75% از ما رو آب تشکیل داده و شما با هر شخصی که ملاقات یا برخورد میکنین اون هم به همین منواله. و چیزی که مطالعات روی بدن انسان نشون داده اینه که آبی که می نوشین بر روی انرژی و ساختار مولکولی شما تأثیر میذاره و هر چیزی که روی اون آب تأثیر گذاشته باشه، چه خوب یا چه بد، به محضی که شما اون آب رو می نوشین، فرکانس های انرژی آب بر فرکانس های وجودی شما تأثیر میذاره. پس درک این موضوع لازم و ضروریه که هر فکری که از مغز شما بیرون بیاد مقدار زیادی ناشی از فرکانس های آبیه که نوشیدین. میتونین فکر کنید که زندگی همینه که هست، یا میتونید به سوی ثروتمند شدن قدم بردارید، اون هم با یه آب خوردن ساده. پس قبل از نوشیدن اون با کمک افکارتون به آب انرژی مثبت بدین و با این قصد آب بخورین که میخواین ثروتمند بشین. گاهی وقتا ما طوری شرطی شدیم که موقع نوشیدن آب در روز دائما به چیزای منفی و ترس‌آور و اضطراب آور فکر میکنیم. همون انرژی رو به آب القا میکنیم. شما سیگنال هایی رو از سراسر بدنتون ارسال میکنید که عمدتاً بر اساس آب موجود در بدنتون هست. پس حالا آگاهانه آب بنوشین و در موقع خوردن روی کامیابی و موفقیت و ثروتمند شدن تمرکز کنین. قطعاً میدونین که این روش کاملاً مجانیه و هیچ هزینه‌ای برای شما نداره.
خیلی دوست دارم که تو کامنت ها برای کانال هولوگراف از نگرش خودتون بگی و چنانچه موفق شدین حتما ما رو در جریان بذارید. آرزوی سلامتی و ثروتمند شدن براتون داریم. شاد باشین.